LCR-MED چیه؟ چه کارهایی رو با LCR-MED انجام میدن و تفاوتش با مولتیمتر معمولی چیه و آیا اصلا چرا باید ما LCR-MED بخریم؟ توی این ویدیو قراره به همه این سوالا پاسخ بدیم. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام و درود به همگی، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. همونطور که میدونید LCR-MED یه ابزاریه که خیلی راجبش صحبت میشه و خیلی ها رو تو میزیکارهای مختلف نگاه کرده باشید میبینید که یه سری از دوستان و همکاران LCR-MED دارن و آیا چه استفاده از این LCR-MED میکنن. این ویدیو خیلی میتونه به درتون بخوره و اگر کسی آشنایی خاصی با LCR-MED نداره این ویدیو دیگه 0 تا 100 LCR-MED ها رو میتونن یاد بگیرن. مورد اول، سوال اولی که ما باید بپرسیم آقا این LCR-MED چیه و چه کارهایی میشه باهاش انجام داد. مورد اول اینه که ما میتونیم باهاش قطعات‌های خیلی خاصی رو با آپشن‌های بیشتر از مولتیمت اندازه‌گیری بکنیم. همونطور که توی اسمش مشخصه LCR، L به معنای سلف، C به معنای خازن و R به معنای مقاومته و همونطور که دقت می‌کنیم قطعات پسیو رو ما میتونیم باهاشون اندازه‌گیری بکنیم. خب ما مولتیمت هم داریم که این آپشن‌ها رو انجام بده. بله، مولتیمت هم آپشن‌های اندازه‌گیری مقاومت خازن و حتی سلف هم در برخی مقاومت‌ها مولتیمت‌ها وجود داره، اما با این تفاوت شما میتونید با شرایط خیلی خاص‌تر اندازه‌گیری بکنید. یکی دیگه از آپشن هایی که LCR-MED ها دارن اندازه‌گیری مقاومت معادل سری یا ESR هستش که میتونید باهاش خازن ها رو تست بکنید، یعنی مقاومت معادل سری خازن ها رو مخصوصا خازن های قطبدار مثل الکترولیتی رو تست بکنید. در برخی خازن ها آپشنی وجود داره که نمیشه باهاش از طریق ESR خازن ها رو تست کرد و همونطور که میدونید ESR هم خیلی مسئله مهمیه توی تست کردن خازن ها و اگر میخواید با اطمینان، همونطور که توی ویدیوهای قبلی راجع بهش صحبت کردیم، اگر میخواید با اطمینان تست سلامت خازن رو بررسی بکنید ESR یکی از ملاک‌های بسیار بسیار مهمه. اما بعضی خازن ها هستن مثل خازن الکترولیتی، مثل خازن های سرامیکی یا امکاتی که قطبی ندارن رو نمیتونین از طریق ESR اندازه‌گیری بکنید، اصلا ESR ندارن و اینجا یک مسئله میاد وسط به اسم زاویه فاز بین ولتاژ و جریان و برای تحلیل قطعات در در برهای AC یا همون تتا، معروف شده به کلمه تتا، یعنی میگن تتای خازن رو میخوایم اندازه‌گیری بکنیم. یکی از کارهایی که این LCR-MED انجام میده اینه که علاوه بر ESR خازن‌های قطبدار میتونه تتا هم بررسی بکنه و خازن‌هایی که قطبی ندارن، خازن‌های امکاتی، خازن‌های به قولی عدسی، سرامیکی، اینا رو میتونید با تتا بررسی بکنید و کما اینکه این مورد برای قطعات دیگه هم شامل میشه. یکی دیگه از پارامترهای بسیار بسیار مهم LCR-MED ها امپدانس کلی یک قطعه است. امپدانس توی همه قطعات وجود داره و ما نیاز داریم که بعضی وقتا امپدانس رو هم بررسی بکنیم. امپدانس کلی یک قطعه توی بخش حرفه‌ای یا الکترونیک پیشرفته بخوایم اسمش رو بذاریم و بخوایم حرفه‌ای‌تر به الکترونیک بپردازیم، موردی وجود داره به اسم امپدانس که باید بهش در برخی موارد دقت کرد. خب یکی از تفاوت‌های حالا این از این، یعنی این کامل‌ترین تعریف، یعنی یکی از پرکاربردترین کاربردهای LCR-MED، بعضی از LCR-MED ها هستن که موارد بیشتری رو میتونه براتون اندازه‌گیری بکنه، تست بکنه، آپشن‌های خیلی بیشتری دارن. یکی از مهمترین آپشن‌های LCR-MED ها اینه که میتونن در فرکانس‌های مختلف دستگاه رو بررسی بکنن. حالا من این دو مدلی که دارم، این دو مدل در برابر این چیزی که من دارم حرف میزنم، مثلا یه سری مدل‌های یونیتی، هانتک، حتی فینرسی، اونا دیگه LCR-MED های واقعی اونا هستن. اینا یه LCR-MED هایی هستن که کمترین آپشن ها رو دارن و مثلا ESR رو میتونه براتون بررسی کنه، بعضیشون تتا رو میتونن بررسی بکنن، بعضیشون ولتاژ وی لوز رو میتونه بررسی بکنه. خب ولی LCR-MED ها به طور کلی این مدل‌ها خیلی ضعیفن، کوچولوان. اینا اسباب بازی هم به قول یکی از همکارامون. چرا باید LCR-MED بخریم؟ سوال بسیار بسیار مهمی که باید بدونیم. کسی که کار تعمیرات انجام میده آیا LCR-MED واسش ضروری هست، نیست، باید اولویتمون باشه، نباشه؟ ببینید چند تا پارامتر وجود داره برای تست، برای اینکه LCR-MED هم ضرورت خاص خودش رو پیدا میکنه. اولین مورد، شما نسبت به مولتیمت خیلی دقیق تر میتونید به بررسی و تست قطعات بپردازید و میگم همونطور که میدونید مثلا شما از چند روش میتونید یک سلف رو، مقاومت رو، یک خازن رو بررسی بکنید. مورد بعدی، شما نه تنها میتونید پارامترهای مختلف یک قطعه رو بررسی بکنید، میتونید در فرکانس های مختلف اون رو تست بکنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میخواین ESR یک خازن رو بررسی بکنید، یک خازن الکترولیتی داری و میخوای ESRش رو وصل بکنی و تستش بکنی. خب
یه سری از LCR ها و یک LCR مت حرفه‌ای میتونی تنظیم بکنی که من روی فرکانس 1 کیلوهرتز تستش بکنم، 10 کیلوهرتز تستش بکنم، یا حتی 100 کیلوهرتز تستش زبونم گرفت تستش بکنم. خب و این توی ابعاد حرفه‌ای خیلی خیلی تاثیرگذاره. ما یه سری مدارهایی داریم که مثلا اون مداره تا فرکانس 10 کیلوهرتز میرسه. یه خازن داریم همه چیش سالمه، یعنی هم ظرفیتش سالمه، هم ESRش سالمه، یعنی یه مقدار قابل قبولی داره به ما میده، اما اون ESRی که داره بهتون میده روی فرکانس 1 کیلوهرتز و ما نیاز داریم این خازنمون توی 10 کیلوهرتز جواب باشه. خب و این یک نکته بسیار بسیار مهمه توی ابعاد حرفه‌ای الکترونیک که معمولا بهش میپردازم. حالا این یه مثاله، من فقط به خاطر اینکه مفهوم اون ابزار رو بهتون برسونم دارم از یه سری مثال‌های ساده استفاده میکنم. طبیعتاً میتونه با حقیقت یکم متفاوت باشه، اما هم محوریتشون بر همین مبناه. مورد بعدی تشخیص دقیق همه قطعات، یعنی هم از لحاظ دقت، هم از لحاظ کارایی و پردازش نسبت به مولتیمترها چندین پله بهترن بچه‌ها. یعنی یکی از تفاوت‌های عمده LCR مت‌ها با حالا این موردها رو نظری ندارم، ولی LCR مت‌های حرفه‌ای رو میتونم بگم یکی از مهمترین تفاوت‌های LCR مترها با مولتیمترها همین دقت اندازه‌گیری بچه‌ها. خیلی میتونه براتون خیلی باید مهم باشه این قضیه. حالا تفاوتش با مولتیمتر چیه؟ مورد اول بچه‌ها، مولتیمتر پارامترهای عمومی رو صرفاً داره اندازه‌گیری میکنه. پارامترهای عمومی میشه چی میشه؟ مقاومت، نمیدونم ولتاژ AC، DC، تست اتصال، تست دیود، این چیزا یه سری از پارامترهایی هستن که عموما استفاده میشه. حتی کسی که کار الکترونیک هم انجام نمیده یا وارد به قول هیت صنفش الکترونیک و برق نیست، ولی ممکنه اون مولتیمتر رو نیاز داشته باشه، بخاطر اینکه برق باتری زیاد کار میکنه یا برق شهر رو میخواد تست بکنه یا حتی اتصال یه چیزی رو میخواد به دست بیاره. این وسط مولتیمتر خیلی براش کاربردیه. اما این مهندس الکترونیک وقتی که میخواد توی پا به عرصه حرفه‌ای‌تر بذاره و خیلی کارشو خفن‌تر بکنه، LCR یک ابزار اساسی براش محسوب میشه. مثل اسیلوسکوپ یه کار خاص خودش رو انجام میده، کاربرد خاص خودش رو داره. خب پس اما LCR ها پارامترهای قطعات پسیو رو به طور کلی انجام میدن و با آپشن های مختلف و با فرکانس های مختلف. خب یعنی یک مولتیمتر نمیتونی تنظیم بکنی که من این قطعه رو روی 10 کیلوهرتز تست بکن، این قطعه رو روی مثلا 100 کیلوهرتز تست بکن. ESR رو نمیتونی ازش بخوای، تتا رو نمیتونی ازش بخوای، امپدانس رو شاید بتونی خودت به وسیله چند تا فرمول فلان اینا به دست بیاری از طریق همون مولتیمتر، اما بازم نمیتونی به طور دقیق اون قطعه رو تستش بکنی بچه‌ها. پس LCR به طور کلی یه سری کارهای خاص خودش رو داره، شاید یه سری اشتراک‌ها با مولتیمترها داشته باشن، اما به هیچ عنوان اون یکی از این یکی برتری بچه‌ها نداره. اینو توی ذهنتون داشته باشید. یک مورد دیگه ای که در خصوص تفاوت‌ها میتونیم بررسی بکنیم محدوده اندازه‌گیری هستش که معمولاً توی تست خازن و سلف و مقاومت LCR ها محدوده اندازه‌گیری و محدوده اندازه‌گیری بسیار بسیار گسترده‌تری نسبت به مقاومت‌ها دارن. مولتیمترها حالا من زبونم میگیره، ولی مثلا بخوام بهتون بگم مولتیمترها معمولاً 40 مگا اوم نهایت ظرفیتی باشه، محدوده‌ای باشه برای تست. هر چقدر هم بگیم مثلا آخه ما کی یه مقاومت 10 مگا یا اصلا 30 مگا یا 40 مگا به طورمون خورده باشه که بخوایم تست این برامون مهم باشه؟ بله مهم نیست، ولی این تفاوت مهمیه توی LCR مترها. کسی که کار آزمایشگاهی انجام میده، کسی که پروژه‌های مختلف و پروژه‌های خیلی حرفه‌ای میسازه، مثلا بورد FPGA میتونه طراحی بکنه، این موارد براش خیلی مهم باشه. قطعاً LCR هم یک ابزار ضروری میشه برای کسی که تا اون ابعاد داره الکترونیک انجام میده. خب مورد بعدی که میگم یکی از مهمترین متفاوت‌های مولتیمتر و LCR متر انتخاب فرکانس برای تست بچه‌ها. شما حتی با همون تست خازن هم توی فرکانس مختلف، نه تنها با ESR، با همون تست خازن هم شما میتونید با تنظیم بکنید با چه فرکانسی من خازن رو تست بکنم توی LCR مترها. و بازم میگم این یک نکته جذاب و کاربردی LCR متر هستش. مورد بعدی که یه بار که همین چند دقیقه پیش بهش اشاره کردم اما الانم بازم اشاره میکنم بچه‌ها، دقت LCR متر فوق العاده بیشتر از مولتیمترها هستش. مولتیمترها به خاطر اینکه بالاخره یه سری تفاوت‌های عمده دارن، استفاده عمومی دارن، میتونه بالاخره یه دقت خاص خودش رو داشته باشه، با درصد کمی خطا بتون نشون بده، ولی بازم LCR مترها معمولا LCR متری که شما تهیه میکنید LCR مترهای بسیار بسیار دقت بالا هستن. حالا یه نکته مهم توی این ویدیو میخوام بهتون بگم بچه‌ها، LCR متر توی بازار اسمای مختلفی گرفته. تستر قطعات الکترونیکی،
LCRmet، تستر قطعات، نمیدونم تست قطعات، دستگاه تست چی بهش میگن، دستگاه ایبیاب قطعات الکترونیکی، اسمای مختلفی داره، همشون همون LCRmetرن ولی یه سری آپشن‌ها کمتر و بیشتر شده. به عنوان مثال این دو مدلی که من اینجا دارم، خب اینا با هم یه سری شباهت‌ها دارن، یه سری تفاوت‌ها دارن. مثلا این مدل میتونه دوتاشون مثلا LCRmet رو انجام میدن، این میتونه یه ولتاژ تغذیه هم داشته باشه، میتونید ولتاژ تنظیم بکنید و یه سری موارد دیگه هم داره که مثلا این مدل سنسورهای گاز رو نمیتونه تست بکنه، این مدل میتونه اگر اشتباه نکنم. و ولی شما اگر میخواین LCRmet تهیه بکنید فقط به هدف اندازه‌گیری ESR، اینا نسبت به نسبت به LCRmet های حرفه‌ای دقت کمتری دارن. اما اگر کارتون نمیخواید خیلی هزینه بکنید، نمیخواید به قولی لزومی براتون نداره که اون هزینه بکنید، اینا گزینه‌های خیلی خوبیه. میگم برای کسی که کار تعمیرات انجام میده، این مدل LCRmet هایی که توی بازاره مثلا با قیمت 1 تومن 1.500 میتونید تهیهشون بکنید، البته توی این تاریخ گزینه مناسبی میتونه باشه واسهتون. میگم بازم تاکید میکنم اگر فقط هدفتون ESR باشه. یه سری موارد دیگه هم هستن، مثلا ترانزیستورها، ترایاک‌ها، بعضی آیسی های سویچینگ. اینجور مواقع من پیشنهاد میدم موارد دیگه هم برای تست کردن اینجور قطعات داشته باشین. یعنی اینا بیشترین کاربردشون همون ESR خازنه. میتونم درک کنم که بله یه سری ها اتفاقا مخالف حرف من هستن، نه مثلا ترانزیستور میشه، BJT میشه، فدها میشه، ماسفت ها میشه، همشون بله میشه، طبیعتا میشه. اما من نظرم به اینه که اینا دقتشون به اون اندازه ای نیست که بتونید اطمینان کافی حاصل بکنید باهاشون، یعنی ملاکتون باشه برای پردازش و تست خازن ها. کما اینکه به اندازه‌ای که خودشون به قول به اندازه‌ای که شما هزینه بکنید همون اندازه همش بخورید، توی ابعاد خودشون کاربرد خیلی بالایی دارن. من خودم برای کار تعمیراتم این دوتا رو دارم و دوتاشون استفاده میکنم، دقتشون هم راضیم. با LCRmet های حرفه‌ای هم مقایسهشون کردم، تفاوتشون زیاد نیست، ولی طبیعتا اگر دقت خیلی مهم باشه واسم، اونها گزینه خیلی برتر و مهمتری هستن. و حالا مثلا این دوتا رو من واقعا میگم، من برای کار تعمیراتم که استفاده میکنم همیشه روشنن، همیشه کار میکنم ازشون. اتفاقا یه ویدیو میخوام بسازم که اینم پورتابلش بکنم مثل این مدل بالاخره خودش توش باتری هست و میتونید راحت تستش بکنید، کارتون رو انجام بدید. میخوام برای اینم باقی این کارو انجام بدم، خیلی کاربردی و خفنه و پیشنهاد میکنم. حالا بازم خیلی دوست دارم که شما هم بیاین نظرتون رو بهم بگین توی این ویدیو. من اینجا صرفا فقط خواستم که LCRmet رو معرفی بکنم چون که خیلی سوال پرسیده بودن و الان که چنل یوتیوب رو اندازی کردم خیلی دلم میخواست که راجبش ویدیو بسازم و این ابهامات کوچیکی که توی الکترونیک برای افرادی که تازه وارد الکترونیک شدن میتونه خیلی آزاردهنده باشه رو حلش بکنیم. قطعا یه سری ناگفته‌ها وجود داره برای LCRmet ها. اگر دوست دارید که الکترونیک خیلی عمیق‌تر رو به زبان ساده و خیلی کاربردی یاد بگیرید، چنل یوتیوب هم رو داشته باشید، صفحه اینستاگرام رو داشته باشید. خیلی محتوای کاربردی مختلف میذاریم، بابت همشون هزینه میکنیم، حتی زحمت میکشیم و همشون به فدای نگاه‌های زیبای شماست. و اگر سوالی موردی هم دارین حتما توی کامنت ها بگین. اگر هم میخواین با من در ارتباط باشین، دایرکت اینستاگرام هم هست. ممنون که تا آخرین ویدیو با من همراه بودید. سوالی موردی بود من در خدمتم. فعلا